میشه یه خرید سودآور و مطمئن. خیلی تو تبلیغاتشون میگن لوکیشن خوب. اوکی، لوکیشن خوب، ولی با سازنده خوب. ما توی یه لوکیشن ثابت 2 تا پروژه رو کنار همدیگه داریم که یکیش اجاره بهاش برای تک خواب سالیان 70 تاست، یکیش 95 تا. حالا این اختلاف قیمتی برای چیه؟ این اختلاف قیمتی چند تا دلیل داره. کیفیت و کوالیتی سازه، امکانات رفاهی و مهمتر از همه نگهداری از ساختمون و همچنین برای فروش دوباره خواهان این سازنده بیشتره. در واقع نقد شوندگی واحد شما راحت تره. پس ما برای خرید از یه سازنده خوب حتما باید گذشته‌اش رو چک کنیم، ببینیم که چه پروژه‌ای رو تحویل داده و در واقع بازگشت سرمایه از اون پروژه برای مشتریانش چند درصد بوده و چقدر که مشتریاشو خوشحال و راضی نگه داشته. همه این اطلاعاتی رو که گفتم راجع به سازنده خوب و معتبر مارکیز هستش. اگه میخوای بیشتر راجع به این سازنده بدونی، با من شهرزاد، مدیر فروش رسمی این کمپانی در ارتباط باش.